کردیم بسیار زیاد موتروان ها خوبه هیچ روز ندارن. ما خودم شاهد چندین حادثه بودم خصوصا در اون سرک کوتل که دیروز رفتیم و خدا نجات بده دوستان این سرکاتر است یخک زده حال خوب هفته و صبح بیخی یخک گرفتگی بود و همه چیز دیگه تقریبا از کار افتاد. موترها بدون چین خوب گشته نمیتونستن. در سالنگ حدود 5 متر برف زده دیگه. هفته اون روز دوستان عزیز گرم است یه روزا و ما هم تقریبا دیگه رسیدیم پیش هتل شکیب. در برف و چیزا باز این موترها دوستان عزیز که نرخص برف هستن نباران اون موترهای سراچه و کرولای بیچاره که هستن با سختی خودشان نجات میدن. اینه از این قسمت نشانتان بتون هتل ببینین یک هتل که زیب. سلام و درود نصاره های شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خودی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی کابل دیرو سفید پوش شد کلن، اما امروز یک قسم قهوه‌ای رنگ شده. اینمی برف و گلولای و اینمی ها یک جای شدن و این یک چیز تشکیل دادین و مردم به عذاب کردین. بسیار زیاد موتروان ها خوبه هیچ روز ندارن. ما خودم شاهد چندین حادثه بودم خصوصا در اون سرک کوتل که دیروز رفتیم و خدا نجات بده دوستان این سرکاتر است یخک زده حال خوب هفته و صبح بیخی یخک گرفتگی بود و همه چیز دیگه تقریبا از کار افتاد. موترها بدون چین خوب گشته نمیتونستن. در سالنگ حدود 5 متر برف زده دوستان عزیز. 5 متر دوستان عزیز در زبان جور میایم، اما بسیار زیاد از 5 متر. بسیاری ها بند ماندن، 11 نفر شهید شدن دوستان عزیز از زیر برف و بسیار زخمی و آسیب دیده هستن. مفقودهای متعدد آمده در همه ولایت افغانستان. دیگه کابل هم که دوستان عزیزم تو یک حال داره دیگه نمیفهم از کجا اینجا پایین شویم که بود خب برما نمانده کلش تر شده، اما بازم از یک جای بریم که تر پایای ما خراب شده. خوب دوستان نهایت گرامی آمدیم که کابل ببینیم زیباییش و همه چیزاره و تقریبا هم در سرک پروان دوم شهر پروان سوم نه دوستان عزیز شهر کابل هستیم. اما تو میریم به پیش هتل‌ها را ببینین. کابل دوستان عزیز امروز دوباره هوا گرم شده و اینمی گرم شدن باعث شد که برف هیچ نمانه. در جایی که ما دوستان عزیز دیروز رفتیم مثل کوتل اونجا بیخی یخک گرفتگی است، تو برف به این زیاد نمیشه. حتی اگر یمی آفتاب یک هفته جریان داشته باشه برف از اونجا آب نمیشه و کلا موترها چین بسته میکنن. سرکش که سرک عمومی کوتل پروان است، همون سرک شمالی پروان یا کابل پروان هنوز یک گرفتگیش کامل است و موترها با چین میرن و میاین دیگه. حادثه هم زیاد میشه و این جنجاله کاره داره. این تو دوستان عزیز یگانه مشکل دیگه هم که داره کابل دنده میشه. یک باران شوه یک برف شوه دیگه مردم قدم میزنن چکر ما را این دنده و این چیزا اذیت میکنه. این سرک های کابل در قدیم دوستان عزیز وقتی که ساخته شد مسئولین ما بی کفایت و بی توجه بودن و درست نساختن و این مشکلات امروزی رو به بار آورده دیگه. اما حال سرک های کابل ساخته میشه مطابق مستندردها آبروهای درست و این چیزا هستن دیگه. هفته اون روز دوستان عزیز گرم است یه روزا و ما هم تقریبا دیگه رسیدیم پیش هتل شکیب. در برف و چیزا باز این موترها دوستان عزیز که نرخص برف هستن نباران اون موترهای سراچه و کرولای بیچاره که هستن با سختی خودشان نجات میدن. طرف هم کلا دنده و دوستان عزیز خودشون آفتاب است نمیتونم براتون مکمل نشان بدم. هوا صاف و پاک است دوستان عزیز. یک دو تا ابرم در آسمان نمیبینیم. ببینیم حال دوستان از این طرف آمدیم دیگه دوباره راه نیست. پس این طرف بریم کلش هوا پر است. این طرف هم که سرک
یک هفته براتون نشان بودم به این شکل است. موترها به دست و با دست میرن دیگه. نسبت به دیگر روزا دوستان بسیار قابل خلوت و بسیار زیاد، یعنی حتی در این سرکی که بیربار می باشه و همیشه رابندی است. دو سه تا موتر میبینیم و بس خلاص. اینجا دوستان عزیز نیز گم نمیشه تیر شد. اینجا پایین پای ما آب است. دیگه کابل دوستان عزیز این تو کابل نه که همه جا این تو خرابی ها را داره. از قبل که فکر نشده بریش این تو میشه. بالاخره گذشتیم این طرف دوستا. تلفن دکان ها دوستان عزیز کلش قلف است. کلش قلف است. مستری ها، پرده فروش ها، همگی نفهم که چی گپ شده که همه از اینای تو قفل کردن. جالب است. این روز دوستان عزیز کسب خانم نمیبره. روز رخصتی هم است، جمعه هم است. جایی که تو هفته و داره خوب هفته اونو برفای بامشون پاک میشه. جایی که هفته و ندارن دیگه خانه ها گریست مجبور هستن که خانه ها را برفای بام بشه پاک کنن. دوستان عزیز سرکای کابل مرا بسیار بدم میاد، خصوصا این بخش بسیار سرکای خوبش داره دوستان عزیز. از لحاظ که نگردم از لحاظ نی، از لحاظ دیگه که وقت برف و باران میشه دیگه به این شکل آب گرفتگی است و اصلا امکان نداره که لی سرک موتر و آدم بره. موتر هم بره دیگه اون مشکلات خودتان میفهمین، یا که آب میزنه بالا و شاید در جایی که ماشین هوا میگیره بره، یا هم هزار مشکل دیگه برش پیدا شوه، ایسیوش خراب شوه و انسان خوب هرگز دیگه خود اینجا رفته نمیتونه. این دوستان عزیز از هتل زیبا و مقبول شهریار متاسفانه معلوم نمیشه. بریم اون طرفتر از دور نشان تو مفتاب هم داریم میزنه و بازی جلایشش در کبره میزنه. اینجا دیگه باز از برکت برف است دوستان عزیز که جلایشش میزنه. اینجا هم بودیگاردای شیشتن دیگه دوستان عزیز، نگهبانای هتل میگه هستن. اینه از این قسمت نشانتان بتون هتل ببینین. یک هتل که زیبا و مقبول شهر کابل از دوستان. نمان دوستان عزیزم تو میریم به پیش و کم کم میرسیم به چهار راهی دیگه. منتظر ویدیو پروانه دوی شهر کابل، پل چهارراهی گلسرخ کابل و اینا هم باشین تا داره بعدی همه تنه به الله متعال پاک و بینیاز می سپرم. روز روزگار خوب خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.